سرخط مهمترین خبرها: حمله روسیه به کلانترین بیمارخانه کودکان در کیف. در تاجیکستان جزا برای حضور کودکان در مرکزهای دلخوشی را سخت‌تر کردند. و دعوت میرزیف برای پایان جنگ در نوار غزه. درود بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه نویدی بامدادی تقدیمتان میکنیم. امروز 9 ایول است و ساعت در دوشنبه 10. در پی حمله ارتش روسیه به بیمارخانه کودکان شورای امنیتی سازمان ملل روز 9 ایول جلسه برگزار میکند. در این باره منابع دیپلماتی به خبرگزاری رایترز اطلاع دادند. یک روز پیش ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین وعده داد که برگزاری جلسه شورای امنیتی سازمان ملل را طلب میکند. زلنسکی همچنین گفت در مقابل حمله های هوایی روسیه به تمام اوکراین از جمله به بیمارستان کودکان در کیف چاره‌های همسان خواهد اندیشید. پیش از نصف روز 8 ایول یک موشک بالدار ارتشی روسیه به بزرگترین بیمارخانه کودکان کیف، بیمارستان احمددید برخورد. ویتالی کلیچکو شهردار کیف به خبرگزاری رایترز گفت این یکی از بدترین حمله ها به پایتخت اوکراین در جنگ 28 ماه است. در نوارهایی که به دست رادیوی آزادی رسید دیده می شود که آدمان زیاد برای کمک به بیمارستان کودکان آمدند. ولادیمیر زلنسکی در شبکه‌های اجتماعی نوشت در زیر خرابه ها آدمان هستند و تعداد دقیق قربانیان فعلا معلوم نیست. زلنسکی گفت احمددید نه تنها در اوکراین بلکه در اروپا یک از بیمارخانه های مهم کودکان بود. طبق آخرین خبرها در حمله به بیمارستان کودکان و چند حمله دیگری هوایی روسیه در روز 8 ایول دست کم 37 نفر از جمله 3 کودک کشته شدند. ولادیمیر زلنسکی در شبکه‌های اجتماعی نوشت در پی حمله های هوایی ارتش روسیه همچنین 170 کس از جمله 13 کودک زخمی شدند. در عموم حدودی 100 انشاد آسیب دید، از جمله بیمارخانه کودکان، خانه‌های استقامتی، باغچه بچگانه، تولدخانه، کالج و مرکز تجارتی. در جای حادثه تازه‌کنی خرابه‌ها ادامه دارد، نوشته است زلنسکی. هماهنگساز کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل و همچنین دیپلماتی بلندپایه اتحاد اروپا حمله‌های هوایی ارتش روسیه را محکوم کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفت روز 8 ایول ارتش روسیه شهرهای کیف، دنیپر و کریوای را، کراماتورسک و سلاویانسک را هدف قرار داد. با گفته زلنسکی نیروهای روس به این شهرها بیش از 40 موشک نوهای مختلف پرتاب کردند. رئیس جمهوری اوکراین از غرب طلب کرد که در برابر حمله‌های هوایی روسیه پاسخ سخت‌تر دهد. در تاجیکستان جزا برای اجازه دادن واردشوی کودکان به مرکزهای دلخوشی و مرکزهای بازی‌های کامپیوتری سخت‌تر شد. بر اساس علاوه‌های نو و کدکس حقوق ویرانکنی مأموری، شخصان واقعی صاحبکاران نباید اجازه دهند که کودکان وارد مرکزهای دلخوشی از جمله کلوب‌های شبانه، دیسک کلوب‌ها، تالارهای بوکمکری و مکان‌های بازی‌های کامپیوتری شوند. در صورت اجازه دادن کودکان برای واردشوی به چنین مرکزها، شخصان واقعی تا 8000 و صاحبکاران تا 14000 سوم جریمه می‌شوند. قانونگذاری مقرر کرده است اگر در دوام یک سال بعد جریمه باز هم به کودکان اجازه ورود به مرکزهای دلخوشی یا مرکزهای بازی‌های کامپیوتری داده شود، شخصان واقعی تا 10000 و صاحبکاران تا 18000 سوم جریمه می‌شوند. خبرگزاری تاس نوشته است که جزا برای اجازه دادن کودک به مرکزهای دلخوشی 16 کرات زیاد شده است. ورود کودکان به مرکزهای دلخوشی به خصوص به مکان‌هایی که بازی‌های کامپیوتری پیشنهاد می‌کنند از موضوعهای نگران کننده در تاجیکستان است. نظامیان اوکراین اعلام کردند که ناحیه کانال در شهر چساویر را ترک کردند. آنها خبر دادند که به موقع‌های بهتر کوچیدند. مبارزه شدید برای گرفتن شهر دوام دارد. این وضع کار دختران را مشکل کرده است. آنها میگن یگان دقیقه بیکار نمیمانند. گزارش امروزه ما در همین باره است. من همین جویم. خدا را شکر. بیمارخانه صحرایی در نزدیکی شهر چساویر، منطقه‌ای که آنجا جنگ شدید ادامه دارد. دکتران تلاش دارند بفهمند که سرباز باهوش است یا نه. دکتر انستزیولوگ یا مدهوش کننده آسمچ میگوید شماره زخمی ها خیلی زیاد است و آنها برای عوض کردن دستپوش وقت نمی‌یابند. کار در اینجا 1 دقیقه هم قطع نمی شود. این موزه های خونین یک سرباز است. طبیبان لباس نظامی او را در تنش می برند تا فوراً جراحت‌هایش را تازه کنند. دشمن مکار است. از همه چیزی که به طور مکانیکی و هم کیمیاوی به انسان ضرر می‌رساند استفاده می‌برد. همه چیزی را که منع است به کار می‌برند. از زخم‌ها ما چیزهای پیدا می‌کنیم که به عقل راست نمی‌آید که چطور به آنجا وارد شده است.
با نقل پزشکان با پیدا شدن ماشین‌های زره‌پوش وضع آنها خیلی بهتر شده است. امکان انتقال زخمیان از میدان جنگ اکنون بیشتر است. بعد معتدل شدن صحتی نظامیان آنها را برای جراحی و طبابت من بعد به بیمارخانه دیگر می‌فرستند. تمام، خیر جوره، تا دیدار. دفعه دیگر فقط برای قهوه نوشی بیا. به این مشکلات. شهر چاسوف-یار که آنجا را نیروهای اوکراینی محافظت میکنند قریب خراب شده است. این نوارها را نظامیان اوکراینی از بتالیون دونباس نشر کردند. ناحیه کانال که سربازان اوکراینی باید آنجا را ترک کنند پر به خاک یکسان شد. با اطلاع ستاد کل اوکراین اشغال این موقع ها ناممکن بود. این ناحیه را که نیروهای روسیه آن را تصرف کردند رودخانه دونتس، دونباس و چاسوف-یار جدا می کند. قسم از شهر در آن طرف کانال تحت نظارت نیروهای اوکراین است، اما ضربه ها قطع نمی شوند. هر روز حمله میکنند. هر روز آنها تلاش میکنند موقع ما را رخ نکنند. کوشش میکنند تمام سمت‌ها را بریده ویران کنند. با گفته نظامیان اوکراینی اگر ارتش روسیه تواند به قسمت دیگر شهر راه یافته چاسوف-یار را پر از خود کند، آنها به یک دستاورد مهم نائل می شوند. از آنجا می توانند حمله به کنستانتینوف و کراماتورسک و سلاویانسک را شروع کنند. پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیف خواستار آغاز فوری گفتگوهای صلح در نوار غزه و پیشگیری از مرگ غیر نظامیان در درگیری‌های فلسطین و اسرائیل شد. عاقبت‌های جنگ خونین در نوار غزه که 9 ماه می‌شود ادامه دارد ما را سخت اندوهگین کرده است. این زد و خوردها که جان تقریباً 40,000 کس از جمله زنان و کودکان را بوده است هیچ گونه توجیه ندارد. ما دعوت می‌کنیم که عمل‌های خشونت‌آمیز فوراً قطع و گفتگوهای صلح آغاز کرده شود. اظهار داشته است میرزیف 6 ایول در سمیت سازمان کشورهای ترک زبان در شهر شوشه آذربایجان. پرزیدنت ازبکستان بار دیگر تاکید کرده که شرط اساسی تامین ثبات استراتژی و صلح در شرق نزدیک تأسیس دولت مستقل و آزاد فلسطین است. قبلا میرزیف مناسبت کشورهای غربی به وضع در نوار غزه را معیار دوگانه نامیده بود. با گفته او کشورهایی که به طور گسترده دموکراسی و حقوق بشر را تبلیغ میکنند با کشتار مردم آسایش در غزه چشم میپوشند. مسعود پزشکیان وکیل مردمی اصلاح طلب که 5 ایول در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ایران برنده اعلان شد ابتدای ماه آینده سوگند یاد میکند. در این باره مجتبی یوسفی عضو ریاست پارلمان ایران به رسانه‌های دولتی خبر داد. وزیر سابق تندرستی نماینده ولایت عمدتاً آذرنشین آذربایجان غربی 16 سال باز وکیل این ولایت در پارلمان ایران بود. در انتخابات روز 28 ایول او نظر به 4 نامزد به مقام رئیس جمهور بیشتر از همه یعنی 42% رأی مردم را به دست آورد. در دور دوم 53.6% به طرفداری او رأی دادند. با وجود حضور 20 ساله در صحنه سیاست پزشکیان به یگان جنجال سیاسی آلوده نبوده است و باری هم به رشوه‌خواری و یا فساد متهم نشده است. او در شهر اساساً کردنشین مهاباد در ولایت آذربایجان غربی به دنیا آمده است و زبان‌های کردی و آذری را خوب می‌داند و روان گپ می‌زند. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم همکارم خیراماد بقازاده تماشا کنید که مهمترین واقعه‌های تاریخی در روز 9 ایول را فرا می‌گیرد. 9 ایول سال 2017 در یک مرافعه بی سابقه دانشجو دختر دولتمو اسماعیلова خواست که فرمان وزیر معارف تاجیکستان درباره منع پوشیدن حجاب در مؤسسه‌های تعلیمی بیکار شود. مرافعه با فایده دانشگاه زبان‌ها و وزارت انجامید. قرار منع پوشیدن لباس مذهبی در مؤسسه‌های تعلیمی همچون پایمالشوی آزادی‌های دینی انتقاد شده است. 9 ایول سال 2009 وکیل دفاع آخرین محبوس گوانتانامو از تاجیکستان گفت زیر حمایه‌اش محمدی دولتوف نمی‌خواهد به وطن برگردد. دولتوف یکی از 11 محبوس تاجیک زندان آمریکایی در کوبا سال 2001 در پاکستان بازداشت و در عضویت القاعده گمانبر شد. سال 2016 حکومت سربیا اجازه داد که بعد آزادی در این کشور زندگی اختیار کند.
9 ایول سال 2010 سازمان ملل متحد از افزایش با سرعت اهالی در تاجیکستان همچون عامل بالاروی سطح بیکاری و کمبود مواد غذایی در میان ساکنان اظهار نگرانی کرد. متخصصان حساب کردند که از سال 2000 تا 2010 شمار ساکنان تاجیکستان 1.5 میلیون نفر زیاد شده است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 120 سامانه برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1060 سامانه ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، فرصت جدا شده به انجام رسید و در اینجا با شما خداحافظی میکنیم تا فردا و روز و روزگارتان خوش.